سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به درس دیگری از آموزش برنامه افتادسک روید. دوستان عزیز، در درس گذشته ما با شما گذاشتیم که چگونه برای خود آس اضافه کنیم در پلانمان و چگونه می توانیم در روی آس کار کنیم، یعنی تغییراتی ایجاد بکنیم. ما یا را با شما آموختیم. یک چیز دیگری که از آس من فراموش کردم در درس گذشته با شما کمی توضیح دهم، این عوض کردن بگیم صورت خود آسمان می باشد. ما اگر بخواهیم مثلا آسمان یگان تغییراتی داشته باشد، یگان مثلا رزمیر کروژاکش کلانتر میده تر باشد، یا بعضی آسای هستن که دو تا کروژاک دارن، اگر یا باشن ما یا را چه میتونیم تغییرات در روی آسمان ایجاد کنیم یا در روی هر یک چیز دیگه ای که داریم. در خود شابلون الکساندر زویف برای ما چند نمودی آس پیشکش کرده شدگی در کجا ما میتونیم یا را انتخاب کنیم. یکی همه که ما آسمان وقتی انتخاب میکنیم میقبیم شه در جای سوایستوا امی قسمی بالایی که هسته ایره میگنش که سوایستوای تیپ ازمینه تیپ که میگن، یا اینکه تیپ رزمیرش میگن. جایی که ما مثلا رزمیرهای اساسی یک چمانه علش میکنه فرق نداره، دیوال باشد، ستون باشد که درس امروزینه ما اضافه کردن ستون می باشد. ولی ما کمی آس در درس گذشته برای ما بگیم باقی ماندگی بود چند چیزی را که باید توضیح بدیم، در این درس خواستیم به شما توضیح دهیم. ما وقتی آسمان را انتخاب کردیم در ازمینه تیپ ما میتونیم این ایشه میگن که تیپ رزمیر. تیپ رزمیر گفتن نامش ماندگیان، یعنی جایی که رزمیرها را ما همینجا انتخاب میکنیم، ای جایی که تیپ شای فرق میکنه. ما در همینجا وقتی میدرایم برای ما استریلکا سینی پایان داره، ما هم بگیم اکوشکچه را برای خودمون باز میکنیم. در اینجا میبینیم که با ما گفتگی که آس هم میتونه ما 8 میلیمتری که هسته فقط کروژاکش فکانسه گفتگی در آخرش ماندگی. مثلا فکانسه دوینای ما این از یه بار انتخاب میکنیم، کروژاکش در آخر مانده شد، همون کروژاکی که ما داشتیم ایسین پایان بدگی به طرف بالا گشت. فکانسه دوینای ده کروژاکای و در درونش تکست نوشته شدگی، یا برای در آینده بعد میفهمین یا اینکه وقتی گاست یا را نگاه کنین کدام حالت مثلا ما میتونیم این چیزا را استفاده بریم. 8 میلیمتری که در اول شای، یعنی دیامتری همی کروژاکمان 8 میلیمتری و در اول کروژاکمان آمدگی. یا میتونیم مثلا دیگه چیزایی که هسته دومیه مارکرمی ده تگه کروژاکی که گفتم تا نه. این خیلی رم داریم حالت ایده که مثلا زدنیه ما یگان یا خانه ما چند بلاک عبارت و خیلی زدنیه یه وقت درازتر می شود، با دو نمود آس میتن. یکی کروژاک کلان رو به حرفای مثلا کلان ا ب یگان نامگذاریش میکنه و در کروژاک میده با حرفای خردی مثلا روسی باشد یا انگلیسی باشد، هرچی که باشد، اگر آسایی نزدیکتر با حرفای میده یا با یگان رقم های دیگه برای خودشان تعیین میکنن. این در این حالت ها لازم میشه، اونه که حاضرش در مورد که لازم نیسته این را ما میگردانیم به حالت اولینش که 8 میلیمتر و نچله. شما فقط این را بدانید که در اینجا ما ویبرای برای خود ما نداریم. چی دیوال انتخاب کنیم، اگر یک چند ویبر داریم با ما میتونیم برای ایده تغییرات ایجاد کنیم، برای خودمان یکم چی اضافه کنیم. ای بگیم یک تکرار و یک چند چیز اضافه ای درس گذشتمان که را به شما توضیح دادیم. چنانچه به شما گفتیم در درس امروزی نمان اضافه کردن ستون، یعنی همو سزدنی ای کلانی که میگن همین را میخواهیم به شما کمی تعلیم دهیم که چگونه ما میتونیم برای خودمان ستون دبوید کنیم. پیش این موضوع ستون را فهماندن ما برای شما چنانچه در درس گذشته گفته بودیم یک پلانی اینترنت کپی گرفتم، فقط یک عکسای خیلی که شما میبینین چه عکس ما آوردیم در اینجا اضافه کردیم. اگر یکم کس لازم باشه در یکم درس های بعدی یکم جدا میگیم برای آسان شدنی کشیدنی همی پلان در پیش رومان باشه، هر دو صفحه یکم جای دیگه نریم البوم باز نکنیم برای خودمان نگاه نکنیم، ما در پیشمون ایره اضافه کردیم شه. ما چه در بالای این پلان کار میکنیم، کمی فکر کردیم که چه باشه که برای شما راحت باشه و وقت زیادی شما را نگیریم. در این پلیلیستی که ما برای خودمان اضافه کردگی و درس همون میپرتاییم، مانند میتونیم درس لکسیوی گفته اضافه کردن مثلا ستون یک درس، اضافه کردن دیوال یک درس گفته و شما این درس مانه پیشکش کنیم رفتن بگیره این درس همون. ولی مثلا ما اضافه کردن آسا یاد گرفتیم، ما یک پلیلیست دیگه برای شما باز میکنم با عنوان به نام پرکتیکه گفته. پرکتیکه مثلا بگیم کورس یکم یا هر چیزی که فکر کنیم نامگذاریش بکنیم.
پرکتیکا گفته شروع میکنم مثلا همین زدنی را که شما نشان دادم، یک خانه یک بینای دو آشیانه را گرفته ایم که آشیانه یکم شای آشیانه دیگم شای یگان بگیم افتی ساختمان برای ما یگان جای مشکلی نداره پلانش. یا پلانی ساده را گرفته گیم که در اروین یکم باشه برای آدمایی که تازه دارن برنامه ریویت می آموزن. شروع میکنیم یک متر کشیده به طرف دی متر رفته هر یک درسی را که ما مثلا موضوع آسمان تمام شده ما را آسای همیزدن یا مثلا یک درسی هم کم میکنم در آن پلیلیستی پرکتیکا برای شما پیشکش میکنم، میتونین در آمده تماشا کنین و برابردش کار کنین. این درسی که ما مثلا ستون و دیوالا را توضیح میدیم این مانند درس لکسیوی میشوه، در اینجا شما میبینین یاد میگیرین و برابردی درس پرکتیکای ما این ساختمان شروع میکنین کشیدن شه. و بسیاری وقت ما یک چیز درجه توضیح میتیم مثلا، ولی وقتی نقشه کشیده مشکلات ایجاد میشه که او را باید حل کنیم. انا مرا در همین حالت پرکتیکوی که درس ما شاید زیادتر باشه، مثلا یک درس شاید تقریبا 30 دقیقه وقت بگیره، 40 دقیقه وقت بگیره، در اوجا توضیح های کامل میتیم و شما میتونین تجربه خوب ای برنامه ریویت برای خودتان بگیرین. پس این درس پرکتیکاوی را میمانیم در بگیم پلیلیست درس پرکتیکمون که ما درسی یا سیامکه کرده برای شما شروع میکنیم که مثلا چند تا آس بیایه، چند تا آسی مثلا گریزانتال نمیگیریم، چند تا ورتیکال نمیگیریم، چند تا اوروین میگیریم. همه اینا را ما در درس پرکتیکی شروع میکنم. ای همین نقشه را به شما نشان داده و ای بالای همین شروع میکنیم تمامی بگیم محصولات همین ساختمان ما کشیدن شه که ساختمانی ساده های لسنیسه داره، چیزی که ما باید یاد بگیریم، ستون داره، دیوال داره، پنجره داره، در داره، لسنیسه داره، مثلا دیگه چی چیزا هسته، یک آن رنگ و غبار یا رنگ و بار و دیگه چیزایی که لازم شوه همه اینا را پلاش داشته حساب کردن. تمام ایرا ما در پرکتیکا به شما پیشکش میکنیم، رزم را شماندن و غیره دیگه چیزا. شروع میکنیم درس امروزی را که موضوع زیاد پهنی نیست، در یک چند دقیقه با شما توضیح دهیم. اضافه کردن ستون شروع میکنیم. موضوع گفتم گسترده نیست، در قسم کنستروکسیا ما میدونیم، در قسم ارکیتکتورا را ما میتونیم که کلانه دیده استیم، ولی ای قسم کنستروکسیا ما استفاده میبریم برای که در دوام کارمان یک چند مشکلی رو برای ما ایجاد میکنه. وقتی که یک قسمش اگر ای ارکیتکتورا باشه یک قسمش ای کنستروکسیا باشه مشکلات ایجاد میکنه. برای اون ما یک قسم کنستروکسیا ای جهتی که نیسوشی کنستروکسیا ای نیسوشی کلان گفته برای خودمون یک ستون انتخاب میکنیم. وقتی ما ستون انتخاب کردیم در رزمرنی تیپی که به شما گفتیم در اینجا ما را نامش گفته پریاماوگل نواسیچنیا خودش یعنی راست کنجای و رزمرش 400 به 400. بله نامش بگیم در اینجا 400 به 400 در دیگه ما کوادراتش میگیم، باید کوادرات باشه، نکه نمیشه و هر یک تا ایده یک نامی دیگه بماننش. برای خب پریاماوگل نواسیچنیا گفته که در اینجا 400 به 400 هم در درونش هست، نکه بقیهش او خیلی نیسته. دوامش 450 به 600، 600 به 750، 700 به 400 که یاش اوجه همو ستونای پریاماوگلنیک میشه و دیگه ما نمیتونیم بگیم که خطا 400 به 400 مثلا کوادرات. ولی ایش مهم نیسته. در اینجا یک چند ویبری دیگه داریم، کدام ستون ما انتخاب کنیم. ما جلوش 400 به 400 میمونیم میسته. یک چند استرایک های اساسی که برای ما میگه نکلان کلان میگه. اول تا بسیاری وقت کسانی که اولین بار ستونه میگیرن ستونی کجله براشان میکشه. این در یک حالتهای شاید لازم باشه، اما بسیاری وقت قریب میتونم بگم که در تجربه کاریمان هیچ وقت نکلان همی کلان کشیدگی نیستیم، مگر اینکه یکان جای بیایه سری سوای یکان فوندامنت هایی که سوای نی فوندامنتی که میگن همون حالت یکان حالت استفادهش ببرن شاید، ولی در بسیاری جا ما ستونمونه همون ستونی راست میکشیم. برای هم اولین نسترویکی که باید بکنینش ورتیکالی کلانه میگیرین. بعد در اینجا یک چند نسترویکی دیگه هسته که در پایان نشان میده. گرانیتسا پامیشنیا مثلا اون قوزی چی نیست، پاورات پسل رزمیشنیا لازم نیست که اگر ما لازم شد خود در اینجا روشه میگردانیم. یک چیز دیگه نسترویکی وژنی که هسته گلوبینا. در اینجا گلوبینا ماندگیش یعنی اوروینی نالی که ما هستیم ستونی ما را کشیده سینی پدول میبره. بعد تا جایی که ما شنیدیم ما به استادای ما بگیم ما را توضیح دادن، گفتن که ایجاتی هست که نو امریکانسکی لوگیکا کمی ای لوگیکای ما فرق میکنه و چخیلی که اوروینوشون طرفی پایان یا پریویاس کشه سینی پایان میدادین یا کشیدن شای بالا میکشن سینی پایان میبرن، طرز کشیدنشون یا لوگیکای دیگه داشتین. زیاد اینفرماسیا در این موضوع ندارم، به خاطر همین
برای که درست بکشیم ما اروین نال به طرف دیوم اتش استمانه بکشیم باید ایره ویسته بمونه. ویستهش هم میمونه. در اینجا از این بلندی ستون برای ما پیشکش نکیسه ای چی جهت. ای جهتی که میگه که خودش بره و میگه که نیپریسایدینیون نیه. وقتی نیپریسایدینیون نیه بمانه میشه ما میتونیم بلندی ستون خودمان تعیین کنیم که چند قد بلند باشه. نه که طرز درست قانونیش همیه که ستونی که یک مترش کشیدیم برای به دیم اتش برسه اتجایی ده در اتمتکه 2900 حاضرش 2900 و در پرکتیک شاید بلندی آشیانه و همه یومانه تغییر میتیم. 2900 میگیم میاریم شه. طرز ماندنش ساده برای ما این ستون نشان دادگی در دستمان ورمناین رزمر در گیردش تاب خورده سای که جایی که میبریم دیدستیم شه. اگر که ما مثلا در مابین ماندنی باشه ما میتونیم همینجا در یک تا مابین در ستون مانه بمانیم. چنانچه شما دیدین ما ستون ما اضافه شد بار در دستم ستون ایستادگی ای تا اینکه دوباره اسکیت بزنم ای انتخاب کردگیم بیرون بشم. اگر یگام مابین آسانه و دورتر ماندن در کار باشه ما تقریبا رزمر لازمی منای ورمنای رزمر نگاه میکنیم. یک بار میمونیمش همینجا در میتونه بالای ورمنای رزمر در کلیک کنیم تغییرش بدیم. لیکن طرز خوبترش همیه که یک بار اول اسکیت منزده ای انتخاب ستون بیرون میشه. بعد این بار در ستون قپیده این ورمنای رزمری را که دیدستیم اگر مثلا ای مابینش لازم نباشه میتونیم بگیم ای برش ما را ستون پریویس کش بده و میگه چند مثلا پریویس کش لازم اید. میگم که 1000 ای آس طرفی پایان و 500 ای آس و 1000 دیگه مثلا ای آس طرفی چپ. این رزمیره ما در اوجه قپیدیمش انتخابش کردیم و ما گرفت پیشکشش کرده که رنگی مانند رزمیری که ما خمانده باید میکنیم ای ورمینای میگیره اضافه میکنه وقتی کنوب کرده ما زیر کنیم. ما را این پریویس که یکی داد ای طرفی ای آس تا ستونه به طرف پایان 1000 و ای طرفی ای ستون به طرف راستم تا آسی که میایه نزدیکش ده 1000. ما مثلا ستون رو نکشیدیم. با چی کارو کرده میتونیم؟ باز ستون ما انتخاب میکنم در اینجا رزمر تیپ رزمری که بود رزمرش ایواز کرده مثلا میمونم 400 به 600. 400 و 600 ماندیم شه. اینم میبینیم شه دوستانی عزیز برای ما اضافه شد یکان جای مشکلی نداره. اگر که ما بخوام روش به طرف مثلا درازی از ایستادگی ما بخوایم درازیش طرف پایان در بر قطی بگرده روش تا بخره ما میتونیم ایرا بقپیم دیجا کنوبکای پاورا داریم ایرا میشه و کنوبکای خودی پروبلم همین کارو برای ما انجام میده. پروبلم میزنیم روش میگرده. همه وقت پروبل رو را گرداندن در کار نمیکنه در یعنی دیگه چیزای خوبیای خچم داره ما در دوام در صبح شب آیسویسا هم ایاره برای شما نشانتان میتیم. با اگر پروبل بزنیم به طرف راست میگرده. یک چند چیز دیگه ای که بود میخواستیم به شما توضیح دهیم دوستانی عزیز در موضوع اضافه کردن ستون. ما ستون خپیدیم نسترایک های خود ستون درجه بر ما پیشکش میکنه. ما وقتی میخواهیم یه رزمر نو برای خودمون اضافه کنیم مثلا 450 به 600 نه مثلا 500 به 600 برای خودمون اضافه کردنیم. چیکار کردن در کاره؟ ما باید خود ستون انتخاب کرده در ازمینیت تیپ یعنی اینکه بگیم یک فیگور ستون مانه یا یک ستونی نو میخواهیم برای خودمان اضافه کنیم ازمینه تیپ دا باید وارد بشه. ازمینه تیپ دا وقتی وارد میشه این 450 به 600 دیجر از میره دیدستیم. ما میتونیم همینجا تغییرات ایجاد کنیم. نه که وقتی تغییرات ایجاد کردیم ما دیگه ستون 450 به 600 نداریم و تمام ستونایی که در نقشه ما اگر 450 به 600 باشه همش تغییر مییابند به اما مثلا 500 به 600. برای همین چیکار کردن در کاره؟ یک بار ما کپی رو واتش میکنیم میایم در اینجا رقم دی که ما در نو برآورده سجیت که دیم باره ایرا کور میکنیم میایم همین جایی که مثلا 450 بود نام شایی جا ایواز میکنیم 500 و 600 یک ستونی نو شد ما کپیه گرفتیم پریمی 90 نکردیم کپی رو وات کردیم. ما زیرش بیتان شو نام شو دیگه چیزاش حلش نمیکنیم. همینجا در از میری ویساتش را چیکار میکنیم میگیریم جدا 500ش میکنیم 500 و 600 اوکی هم میزنیم اوج ستونی ما دیگه 450 به 600 نه ولی 500 به 600 شد درازیش 600 شیرینش 500 چقدر که شما دیدین به طرز ساده و چند ستونی که برای ما لازم باشه ما درجه اضافه کرده میتونیم شه که در درس های پرکتیکا ما در بیرون در تراسه که بالاش میشه و بالکن یک چند ستونی که هست این 4 تا ستون میتونیم ما هم یاره مانند ستون انتخاب کرده برای خودمون میکشیم و خوبتر و واضحتر در اوجه برای شما ایره شرح میتیم. فکر میکنم به همین دوستان عزیز درس امروز نره به پایان میرسانیم تا درس بعدی شما را به خدای مهربان میسپاریم.